حکیم ابوالقاسم فردوسی میگویند توانا بود هر کی دانا بود، ز دانش دلی پیر برنا بود. واقعا هم تواناست هر کی داناست. آنی که میداند نمیترسد، آنی که میداند نمیهراسد، جرأت دارد، امید دارد، باور و اعتقاد دارد. و آنی که نمیداند از چیزهای اندک و مندک و از همه چیز میترسد و حتی از بیماری سیل. وقتی درباره بیماری سیل میدانی، وقتی درباره چاره‌های پیشگیری آن میدانی، تبابت سری وقتیش میدانی، خب چاره‌های پیشگیری از سرایت دیگران میدانی، تو نمیترسی. و حتی بیماری سیل هم باشه، خب میدانی که تبابت شونده است، تبابتش رایگان است، نمیترسی. به این خاطر هم دوستان عزیز، وقتی آن است که باید اقلاً برای خودمان درباره سلامتی خودمان بیاموزیم. خب یعنی که اهل خانواده‌مان را، خودمان را با دانش‌های اولین درجه که درباره سلامتی ضرور هستند بدونیم که یکی از اونها درباره بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری سیل دانستن است. راستی من گله‌مندم از بسیار جوانهایی که وقتشون را برای کارهای بیهوده و تماشای هر گونه ویدیو و نوارهای بیهوده صرف میکنن. وقتی عزیز و قیمت خودشون را یعنی که بر هدر میدهن. شاید چیزی دیگر آموزن یا شاید دو جمله درباره یک بیماری آگاهی پیدا کنن تا در زندگی دستشان بگیرد. دوستان، بخوانیم و بدانیم بهتر است از آنکه ندانیم و بترسیم. برای همه شما سلامتی میخواهم.